وضو، نماز و طواف کعبه و لمس مصحف، اینها از عبادت‌هایی است که بدون وضو درست نیست و آن پاک کردن برخی از اعضای بدن به وسیله آب و به شیوهی معین را گویند. الله تعالی فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که برای نماز برخاستید، پس بشویید روحایتان را و دستانتان را تا آرنجها و سرهایتان را مسح کنید و نیز پاهایتان را تا قوزک بشویید. مائده آیه 6. تا زمانی که خوب پاک نشوی طواف مکن، به روایت بخاری. همچنین پروردگار در مورد مصحف فرمودند: به جز از پاکان دیگری آن را لمس نمی کند. واقعه 79. وضو داشتن در غیر از مواضع یاد شده مستحب است، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه وسلم: بر وضو داشتن به جز از مؤمن کسی دیگر محافظت نمی کند. روایت احمد. مستحب بودن وضو در مواضع زیر مؤکد است: وضوی مجدد برای هر نماز، وضو برای ذکر الله و دعا کردن، برای خواندن قرآن، پیش از خوابیدن، پیش از غسل کردن، پس از برداشتن مرده، پس از بیوضو شدن اگرچه عزم نماز خواندن نداشته باشد. وضو سبب محبت الله متعال می شود، چنان که نشانه امت محمد صلی الله علیه وسلم می باشد، زیرا در روز قیامت در حالی که مواضع وضویشان روشن و تابانه است می آیند. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: امت من در روز قیامت در حالی که مواضع وضویشان روشن و تابانه است می آیند و هر که می تواند بر روشنی و تابش خود بیفزاید باید چنان کند. به اتفاق بخاری و مسلم. کفاره گناهان و اشتباهات است. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: هر که خوب وضو کند گناهانش از بدنش خارج می شود تا اینکه از زیر ناخنایش نیز برآید. روایت مسلم. الله متعال به وسیله آن مقام و مرتبه را بلند می کند. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: آیا شما را به آنچه که اشتباهات را نابود کرده و مقام و مرتبه را بلند می کند راهنمایی نکنم؟ گفتند: بله ای رسول الله. فرمودند: اتمام وضو با وجود مشقت و پیاده روی بیشتر به سوی مساجد، منتظر ماندن پس از ادای نماز در مسجد برای نماز دیگر، همان است مداومت محکم. به روایت مسلم. پیش از این که به وضو آغاز کند باید در قلب خود نیت وضو گرفتن را نماید. در همان لحظه این که با بسم الله گفتن آغاز می کند و سپس کف دستانش را 3 بار می شوید. پس از آن مسواک بزند. بعد از آن برای آب در دهان کردن آماده شود و 3 بار مزمزه کند، یعنی آب را به دهن گرفته حرکت دهد. پس از مزمزه وضو کننده 3 بار استنشاق و استنثار می کند، یعنی آب را با تنفس به بینی کشیده سپس آب از بینی بیرون می کند و سنت است که مزمزه و استنشاق با هم انجام شود. شستن روی 3 بار از موضع روییدن موی سر تا زیر چانه و از نرمی گوش تا گوش دیگر. شستن صورت رکن دوم وضو بوده که متضمن خلال کردن ریش نیز می باشد و پس از آن وضو کننده دست راست را از نوک پنجه ها تا آرنج 3 بار و دست چپ را نیز مانند آن 3 بار می شوید. بعد از آن وضو کننده مس سر را با تر کردن کف دست به آب و مس کشیدن از پیش به سوی پشت سر و بار دیگر برگشت دادن به پیش سر 1 بار انجام می دهد و سپس وسط گوشها را با انگشتان سبابه و پشت گوشها را با انگشتان ابهام 1 بار مسح می کند و در آخر پای راست را تا قوزک 3 بار می شوید. پس از آن همچنین پای چپ را 3 بار می شوید. در آنچه ذکر شد ترتیب در شستن میان اعضای بدن رعایت شود و شرط آن است که آب برای وضو باید پاک باشد و آنچه مانع رسیدن آب به پوست می شود مانند انواع رنگ ها و رنگ ناخن ها و غیره باید محو گردند. چنان که برای وضو کننده سنت است هر یک از اعضای وضو را 3 بار بشوید.
مگر سر و گوشها را بیش از یک بار مسح نکند و سنت است که شستن اعضای وضو را از طرف راست آغاز کند و اطاله تحجل یعنی آرنجها را بیشتر بشوید و خلال کردن ریش برای رسیدن آب در پوست روی و خلال کردن انگشتان دستها و پاها نیز سنت است و نیز از سنت است تا در حین شستن هر عضو را بمالد و به پاشیدن آب اکتفا نکند. صرف جویی و عدم اسراف در آب نیز سنت است. به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در امت من قومی خواهند بود که در پاکی تجاوز می کنند، به روایت ابو داود، یعنی که در آب وضو اسراف می کنند. زمانی که وضو را پایان داد سنت است دعایی که از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده بخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: شهادت می دهم که الهی جز الله نیست، تنهاست و شریکی ندارد و شهادت می دهم که محمد بنده الله و فرستاده اوست. ای بار خدایا مرا از توبه کنندگان و متطهرین بگردان. پاک و منزه هستی پروردگارا، به حمد و سپاس تو من هستم. شهادت می دهم که الهی جز تو نیست. از تو طلب مغفرت دارم و به سوی تو توبه می کنم. روایت نسائی. 2 رکعت نماز بعد از وضو سنت است. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر که مانند وضوی من وضو کند پس از آن 2 رکعت نماز بخواند که در آن با خود حرفی نزند، گناهان گذشته او مغفرت می شود. به اتفاق بخاری و مسلم. وضو شکننده هایی دارد. علما در کتاب های فقه گفتند نخستین شکننده وضو هر آنچه که از شرمگاه پیش و پس انسان خارج شود، مانند ادرار، مدفوع و باد می باشد. به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند الله تعالی نماز یکی از شما را که بی وضو شود قبول نمی کند تا این که دوباره وضو بگیرد. روایت مسلم. خواب عمیق که هوشیاری را ببرد نیز از شکننده های وضو می باشد و آنچه به خواب عمیق شباهت دارد مانند بیهوشی، تخدیر کامل نیز حکم آن را دارد. و از شکننده های دیگر خوردن گوشت شتر است. به دلیل حدیث جابر بن سمره که مردی از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید آیا از گوشت شتر وضو بکنیم؟ فرمودند آری. به روایت مسلم. و نیز از دیگر شکننده های وضو اگر کسی شرمگاهش را بدون حائل لمس کند وضویش می شکند. به دلیل حدیث بصره بنت صفوان که گفت از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند کسی که آلت تناسلیش را لمس کند باید از نو وضو بگیرد. روایت ابو داود. و وضو باب بزرگی است که مسائل و آداب زیادی را در بر میگیرد. به طور مثال مسلمان هرگاه از خواب برخاست و از ظرف آبی خاص وضو بگیرد مستحب است که دستش را به آب داخل نکند قبل از آن که دستانش 3 بار بشوید، زیرا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه یکی از شما از خواب بیدار شد تا دست نشوید آن را در آب ظرف غوطه ندهد، زیرا نمیداند که دستش را شب در کجا سپری کرده. به اتفاق بخاری و مسلم. و در حالت تشکیک در وضو به قاعده مشهور مراجعه می کند. اساس و قاعده این است که هر چیزی را باید بر یقین بنا کرد. اگر به داشتن وضو متیقن بود و بعد در این که وضویش نقض شده شک کرد، در این حالت بر یقین که وضو داشتن است بنا کند. اگر متیقن بود که وضو نکرده و شک کرد که وضو کرده و یا نکرده، در این حالت یقین نداشتن وضو می باشد. و اگر مسلمانی وضو کرد و اعضای وضو را 1 بار و یا 2 بار و یا برخی را 1 بار و برخی را 2 بار شست، وضویش صحیح می باشد، ولی اضافه از 3 بار شستن بدون نیاز و غیر افضل می باشد. چنانکه روایت شده که عرب بادی‌نشینی نزد نبی اکرم آمد و از وضو پرسید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم برایش نشان دادند 3 بار شستن را. سپس فرمودند وضو همین است. اگر کسی بر آن زیادت کند بر آن بدی، تجاوز و ظلم کرده است. روایت ابو داود. و کسی که با فراموشی بی وضو نماز خوان بر وی اعاده نماز واجب است.
هرگاهی که به خاطر آورد. و اگر وضو کرد پس از آن به وی نجاستی رسید، نجاست را باید از بین ببرد و وضو را اعاده نکند، زیرا که چنین چیزی بی وضویی نمی باشد. باید مسلمان را از عدم اتمام وضو بر حذر داشت. به دلیل آنچه که روایت شده، مردی وضو کرد، به مقدار ناخنی در پایش موضعی نشسته بود که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آن را دیده فرمودند برگرد خوب وضو کن. پس برگشت و سپس نماز ادا کرد. روایت مسلم. فقها در کتابهایشان در مورد مسح گردن تذکر دادند که در وضو نقشی ندارد مگر اینکه به آن نیاز احساس کند به مسح گردن دست میزند قبل و یا بعد از وضو کردن. و از خواندن دعاهایی که دلیل شرعی ندارد مانند خواندن دعای جداگانه در هنگام شستن هر عضو و یا گفتن زمزم برای کسی که وضو گرفت نیز بر حذر داشته اند تا مسلمان به سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ملتزم و پایبند بوده باشد.